بابای دلقک چیتی و دلقک پیتی یک کشاورز خیلی مهربون بود بچه‌ها. یک روز رفت یک زمین جدید خرید، تصمیم گرفت اونجا بیاد یک عالمه خوردنی‌ها و گیاهای جدید بکاره که بتونه بیشتر کسب درآمد کنه. این زمین آقای دلقک بوفه، بابای دلقک چیتی یا دلقک پیتی. آقای بوف اومد زمینش رو فکر کرد چیکار کنه چیکار نکنه بتونه محصولات بیشتری رو اونجا بکاره. اومد زمینش رو بچه‌ها به 4 قسمت مساوی تقسیم کرد. بذار بیام یک قسمت از زمینم رو هویج بکارم. یک قسمت از 4 قسمت رو بچه‌ها بابای دلقک چیتی و دلقک پیتی چیکار کرد؟ هویج کاشت. گفت چیکار کنم چیکار نکنم، یک میوه‌ای بکارم که خیلی بچه‌ها دوست داشته باشن، خوشمزه باشه، سودش هم برای من زیاد باشه. چیکار کنم چی بکنم؟ تصمیم گرفت گیلاس بکاره. یک قسمت دیگر رو هم گیلاس کاشت. از اونجایی که دید دلقک چیتی و دلقک پیتی عاشق گیلاسن، گفت پس بذار یک قسمت دیگه از زمینم هم گیلاس بکارم، گیلاس حتما خیلی پرفروشه. یک قسمت دیگر رو هم بچه‌ها اومد گیلاس کاشت. چه ها عاشق کاکائو هن. شکلات خیلی دوست دارم، بذار من بیام کاکائو یه قسمت دیگه زمینم رو بکارم، حتما فروشش خیلی عالی میشه. توی قسمت آخر هم شروع کرد به چی؟ درخت کاکائو کاشتن. خلاصه دلقک چیتی و دلقک پیتی اومدن به مزرعه باباشون یک سری بزنن. دیدن باباشون زمینش رو به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده. گفتن بابا ما چجوری حالا بیایم بگیم این قسمت از زمین هویجه، این قسمت از زمین مثلا گیلاسه؟ باباشون گفت اگر شما برین کلاس 3 متوجه میشین که یک مبحثی داریم به اسم مبحث کسر. بچه‌ها ما به این میگیم خط کسر. بهتون گفتم تعداد کل مخرج، تعداد کل تعداد کل تعداد کل. یعنی چی تعداد کل مخرج؟ یعنی شما بیا ببین زمین دلقک بوف به چند قسمت مساوی تقسیم شده؟ 4 قسمت. تعداد کل مخرج 4 رو میذارم. دلقک پیتی به باباش گفت بابا چند قسمت از 4 قسمت رو شما کاکائو کاشتی؟ چند قسمتش؟ 1 قسمت از 4 قسمت رو بابا کاکائو کاشته بود. حالا دلقک چیتی اومد گفت بابا چند قسمت از زمینت رو شما گیلاس کاشتی؟ به من بگی چند قسمت؟ 2 قسمت از 4 قسمت میشه 2/4 رو گیلاس کاشته. زرنگا به من بگن آقای بوف چند قسمت از 4 قسمت رو هویج کاشته؟ 1 قسمت از 4 قسمت. بچه‌ها به عددی که بالای ما به این قسمت میگیم صورت. یادتون باشه صورت خودمون کجایه؟ بالای بدنمونه دیگه، درسته؟ گفتیم تعداد کل هم که میاد مخرج. اسم این خط خوشگل چیه؟ خط کسر.